در پی حملات مرگبار منتسب به داعش در روسیه، ایران، ترکیه و افغانستان بیش از پیش نام شهروندان تاجیکستان مطرح شد. یک کشور 10 میلیونی که گفته شده بیش از نصف نیروی انسانی شاخه خراسان داعش را تأمین کرده. کشوری که 32 سال پیش از دل اتحاد شوروی لاییک و خدا ناباور بیرون آمد، چرا اکنون دچار رادیکالیسم اسلامی شده؟ محور اصلی دو گفتگوی ویژه‌ای که تهیه کرده ایم همین است. در گفتگوی دوم سراغ کسی را می‌گیریم که تا حدود 9 سال پیش نماینده مجلس تاجیکستان بود و رهبر تنها حزب اسلامی رسمی کل آسیای میانه که اکنون در تاجیکستان ممنوع است. محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که اکنون در آلمان به سر می‌برد. خب جناب آقای محی الدین کبیری، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی ویژه که مختص شما هست، زندگی و پیشینه شما و همینطور رویدادهای امروز مربوط به تاجیکستان. می‌دونیم که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان طی سالهای 1992 تا 97 که ادامه داشت 5 ساله بود، شما در تاجیکستان نبودید، بیشتر در روسیه بودید، اونجا تجارتی داشتید. سال 97 بعد از اینکه به اصطلاح عفو عمومی اعلام شد برگشتید به تاجیکستان و بلافاصله از زمره یاران بسیار نزدیک عبدالله نوری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدید و بعد از 3 سال، سال 2000 به معاونت حزب رسیدید. دلیل این رشد شما در حزب از این سلسله مراتب قدرت در حزب نهضت اسلامی چه بود؟ بله، من جنگ شهروندی را میشه گفت که در آغازش در یمن بودم، دانشگاه صنعت تحصیل میکردم، بعد آمدم به مسکو، در اکادمی دیپلماسی مسکو و همزمان با تجارت مشغول بودم. و قبل از این حادثه در زمان شوروی من یک آشنایی خیلی نزدیک خانوادگی با استاد همتزاده، محمد شریف همتزاده، اولین رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان داشتم و تقریبا سالهای 96 اواخر 96 97 بود، تماس گرفتن، گفتن که استاد سید عبدالله نوری یک نیاز به یک یاور دارن، میخواهند که کسی در پهلوشان باشد که زبان روسی، انگلیسی و با دانش و جهانبینی معاصر هم یک کمی آشنا باشد. و من گفتم چون وقت مشغولی کار بودم، گفتم بعدا حتما میام. و بعد از اون که کمیسیون آشتی ملی کار خود رو در دوشنبه شروع کرد، بلافاصله استاد همتزاده بار دیگر زنگ زد. من دقیقا در شهر چیمکن قزاقستان بودم که این تلفن مرا پیدا کرد و گفت که استاد نوری خیلی میخواد که شما بیاید به دوشنبه یک صحبت کنیم. و من برگشتم به دوشنبه و از اون بعد یک صحبت کوتاه با استاد نوری من فعالیت خود رو به حیث یاور ایشان در کمیسیون آشتی ملی شروع کردم و وارد این پروسه صلح شدم. بعد 2 سال عضو کمیسیون آشتی ملی در زیر کمیسیون سیاسی گشتم که خیلی واقعا از لحاظ مدت خیلی کوتاه بود. یعنی یک بار از یاور رئیس کمیسیون به عضو کمیسیون آشتی ملی، بعداً معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بعد 2 سال معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی. بسیار سریع بود. خیلی سریع بود، چون ما یک همدیگر فهمی و یک همکاری بسیار خوب و زیچ با رهبران کلاسیک و سنتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیدا کردیم که میشه گفت که ما یکدیگر رو تکمیل میکردیم. و سال 2006 آقای نوری درگذشتن، عبدالله نوری، و شما به رهبری حزب رسیدید. فکر میکنید که تفاوتی هست بین حزب نهضت اسلامی که رهبرش عبدالله نوری بود و حزب نهضت اسلامی که رهبرش شما بودید و هستید؟ ببینید، استاد مرحوم نوری و استاد همتزاده هم هر دو هم خیلی انسان‌های اصلاح‌گرا بودند و اما کارهایی را که می‌خواستن انجام بدهند نمیتونستند، چون تکیه‌گاهشون بیشتر اون بخش یا قشر سنتی جامعه بود. و من احساسم این شد که با آنکه راه را کمی برای من باز کردن هر دو هم، تا اینکه اون ایده ها و افکاری که در سر داشتن و خودشون نمیتونستن همچون یک شخصیت های سنتی انجام بدهن، اون را به دوش من گذاشتن که در آینده در ما بعد من انجام بدم. اما بعد از آن که اون اتفاق افتاد و بنده رو به حیث رهبری جدید حزب انتخاب کردن، من هم باید اعتراف کنم که یک مقدار احتیاطکار شدم، یک کمی مجبور شدم که برام به سمت محافظه کاری. چرا؟ چون دیگر مسئولیت من بود که هم بخش سنتی رو در نهضت نگه داشته باشم و هم این جوانان مدرن و اصلاح طلبان را.
و حفظ توازن در داخل حزب خیلی کاری ساده نبود. حتی استاد نوری هم که با اون شخصیت کاریزماتیک و با اون جایگاهی که همچون مؤسس حزب بودند درست. نتونست اکثر افکار و اندیشه‌های خود را عملی کند، چه رسد به ما که در ذهن بخشی از حزب و بخشی از جامعه من همچون یک انسان لیبرال و دموکرات و ملی بیشتر مطرح بودن، نه یک شخصیت اسلامی. ولی به هر حال همون شخصیت کاریزماتیک آقای نوری رو که بهش اشاره کردید، اون تونسته بود که یک حزبی رو که در زمان شوروی یک حزب زیرزمینی بود از سال 1975 به بعد در واقع وجود داشت، تونست که اون رو وارد عرصه سیاسی رسمی بکنه. بله. ولی بعد از اینکه شما رهبر این حزب شدید، رفته رفته این حزب منزوی شد و نهایتاً در سال 2015 کلاً غیر رسمی اعلام شد و غیر قانونی و حتی سازمان تروریستی در جمهوری تاجیکستان. و فکر نمی کنید که به شخصیت شما برمیگرده؟ خیلی سوال خوب است. شاید قسما به شخصیت من برمیگردد، اما ببینید زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسمی شد، حتی روی صحنه آمد، خیلی در اوج قدرت بود، تقریبا در تمام جهان اسلام، حتی در همسایه کشورها هم وضعیت با احزاب و گروه های اسلامی و اسلامگرا چنین بود. اما تقریبا بعد از سال 2000، بعد از حادثه‌ای که در امریکا شد، اون حادثه‌های نیویورک، و بعد از جنگ علیه طالبان در افغانستان، وضعیت کاملا در جهان اسلام تغییر کرد، از اون جمله در تاجیکستان هم. من به این نظرم که حتی هر کسی هم در جای من در رهبریت حزب در دوشنبه می بود، وضعیت چندان فرق نمیکرد. چرا؟ برای اینکه فشارها بالای حزب، محدود کردن حزب و به انزوا کشاندن حزب الکی در زمان مرحوم استاد نوری هم آغاز شده بود. شما ببینید چه کارهایی کردن، آمدن حتی بیناهای حزب را غصب کردن، خودی استاد نوری را بالاش پرونده باز کردن، بینای حزب را از مرکز دوشنبه بردن به یک حاشیه شهر دوشنبه. ولی واقعا یک برهه زمانی بسیار نادری بود در تاریخ کل آسیای میانه که یک حزب مذهبی، حزب دینی به عنوان حزب رسمی ثبت نام شده بود، حزب نهضت اسلامی، تا سال 2015 و حتی شما وارد پارلمان شدید به نمایندگی از حزب نهضت اسلامی در سال 2005 و بعدش هم به تکرار وارد پارلمان شدید، دوباره هم اونجا بودید، فکر کنم تا سال 2015 بودید، دقیقاً تا همون سالی که حزب هم بسته شد. فکر می‌کنید در طول این 10 سال حضورتون در پارلمان چه کاری کردید که به سود ملت تاجیک باشه؟ اصلا فایده داشت حضورتون یا نه؟ من فکر میکنم فایده داشت. البته با بودن 2 یا 3 نفر وکیل مخالف در یک پارلمانی که اکثریتش از حزب حاکم است، کار زیادی را نمیشد انجام داد، اما حداقل میتوان صدای ملت بود. برای مثال من در چند مسائل کلیدی برای ملت مهم صدای ملت را رساندم. یکیش این بود که من کاملا مخالفی برای مثال پولکی کردن راه دوشنبه چناق بودم که این راه یگانه که شمال و جنوب تاجیکستان را وصل میکرد و این راه را خانواده امام رحمان گرفت خصوصی کرد و تا امروز روزانه ماهانه میلیون ها دلار را به جای اینکه بودجه دولت بگیرد یک شرکت خصوصی امام رحمان میگیرد. و من در پارلمان یکی از وکیلانی بودم که آشکار مخالفت کردم. حتی یک صحبت خیلی هم پر احساسات بود که تا امروز حکومت اون صحبت ما رو هیچ جا رسانه‌ای نکرد، حتی تلویزیون ها رو هم در اون وقت خاموش کردن، اون کامیراهایی که در داخل پارلمان هست. ولی برخی از مخالفان دیدگاه های شما و مواضع شما معتقدند که همون موضع گیری شما در اون زمان و میان روی سیاسی شما باعث شد که این حزب بسته بشه کلا و مخالفا سرکوب بشن. همون سال 2005 که شما به پارلمان تاجیکستان راه یافتید، میدونیم که محمد روزی اسکندروف رهبر حزب دموکرات زندانی شد، محضی که برگشت تاجیکستان گرفتن و برای 26 سال فرستادن زندان. و سال 2013 که دوباره وارد پارلمان شدید، باز هم زید سیدوف که رهبر حزب تازه نو پای تاجیکستان نو بود، او را هم فرستادن برای 26 سال زندان. و شما در واقع به عنوان یکی از مخالفان اصلی حکومت که در پارلمان هم حضور داشتید نتونستید کاری بکنید. بله، ببینید این سیاست صبر و میانروی نهضت اسلامی تاجیکستان قبل از اون که بنده به مسئولیت حزبیام آغاز شده بود. من فکر میکنم که اگر این میانروی و صبر ما نمی بود، مسئله بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شاید زودتر، نه در سال 2015 بلکه 2010 تمام میشد. یعنی واقعا شما امیدوار بودید که با این میانروی حزب رو حفظ بکنید؟
بله 100%. چون نه تنها حزب رو مطمئن نبودید که همین روزی که به سر اسکندروف و زید سیدوف اومد به سر شما هم میتونه بیاد؟ ببینید سال 2011 و اوایل سال 2012 الکی برای ما مشخص بود که دقیقاً اون چیزی که به سر محمد روزی اسکندرов حزب دموکرات دیگر آمد به حزب ترقیات تاجیکستان قوت سلطان بله. دقیقاً به سر ما هم خواهد آمد، چون امام رحمان یک پروتکل مخفی 3220 را در شورای امنیت امضا کرد که در اونجا مشخص بود که باید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از صحنه دور کرده شود، چون این در نتیجه انتخابات پارلمانی 2010 بود. امام رحمان دقیقاً درک کرد که دیگر هر انتخابات شفاف و آزاد را با اپوزیسیون باخته است، از آن جمله به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، و باید که این حزب را از صحنه دور کرد. ما این را درک کرده بودیم، میدونستیم، اما تلاش میکردیم حکومت را متقاعد کنیم که این سیاست بر ضرر خود او، بر ضرر ملت و جامعه انجام خواهد شد. ولی امروز که نگاه میکنید به گذشته، فکر میکنید چه کار باید میکردید، چه کار باید میکردید که نکردید برای اینکه بمونید در تاجیکستان؟ من فکر میکنم که انتخابات 2010 وقتی که ما تمام پروتکل ها را داشتیم که پیروز هستیم، ما در روبروی دو گزینه بودیم. یکی اینکه رفتن به خیابان اعتراض کردن. این را بگم که اکثریت جوانان حزب آماده ریختن به خیابان ها بودند، چون اون زمان هنوز در تاجیکستان این فرهنگ سرکوبگری حکومت زیاد ریشه‌دار نبود. و انتخاب دیگر، گزینه دیگر این بود که ما باید یک اعتراض سبک کنیم اما به خیابان نرویم تا اینکه حادثه های خشونتبار اندیجان در ازبکستان تکرار نشود. بله. و من در مشورت با رهبریت حزب، اعضای ریاست عالی، این تصمیم را گرفتیم که یک اعتراض سبک داشته باشیم. برای مثال بیرون شدن از شورای جمعیتی که رهبرش امام رحمان بود، اما به خیابان نرویم. چرا؟ برای اینکه اگر ما به خیابان برویم حتما یک سرکوب خواهد بود. بعدا فضا در منطقه، در افغانستان، در منطقه، در جهان این است که میتوان یک نیروی حتی معتدل اسلامی را هم متهم به افراطگرایی کرد. اما اگر ببینید بالاخره حزب را هم بستن. بله. حالا من میتونم بگم که از آن که بعد خون ریخت، ما ده ها زندانی را دادیم. شاید اگر اعتراض میکردیم، به خیابان میرفتیم و خون هم میدادیم، زندانی هم میدادیم، شاید برای یک دلیلی بود، برای یک کاری بود. اما الان که نه به خیابان رفتیم، نه به خیابان رفتیم، نه اعتراض کردیم، نه دست به سلاح زدیم، بالاخره ما را تروریست اعلان کردن، به حاشیه رانده شدیم. به حاشیه رانده شدیم، ممنوع شدیم در داخل کشور. الان از نگاه امروز این سوال در ذهنم میاد که شاید سال 2010 یک اعتراض جدی‌تر میکردیم، یا به این حد نمیرسیدیم، یا اگر میرسیدیم یک دلیلی وجود داشت. و حتی امروز هم این سوال مطرحه که سال 2015 که حزب بسته شد و اکثریت اومدن بیرون از تاجیکستان، اونها که در داخل تاجیکستان بودن رفتن زندان‌های بلند مدت، بعضی حتی حبس ابد گرفتند از اعضای رهبری حزب. ولی یک عده به این نظر بودن که حالا که همه مخالفان اومدن بیرون، در تاجیکستان تقریبا هیچ مخالف جونداری نمونده و خیلی ها به فکر سالهای 92 97 افتادن که در اون زمان موقعی که همه مخالفان بیرون بودن، یک اتحاد اپوزیسیون تاجیک شکل گرفت، تونستن دور یک شخصیتی جمع بشن و به نیروی تبدیل بشن که دولت مجبور بشه پای میز مذاکره با اون بشینه. ولی این اتفاق نیفتاد. چرا؟ اگر ما هجرت میکردیم به افغانستان یا به یکی از کشورهای همسایه، احتمال زیاد که اون اتفاق سال 90 بیفتد بود. اما وقتی که من اولین سفر خود را بعد از هجرت ترکیه انتخاب کردم، بعد ایران، بعد تلاش کردم در یکی از کشورهای منطقه جا پیدا کنم تا اینکه مبارزه را از اونجا ادامه بدهیم. اما یگانه جایی که ما را پذیرفت و امکانیت فعالیت داد اروپا بود و حالا اکثریت مخالفین هم در اروپا قرار دارند. آیا شما فکر میکنید که در اروپایی که چند هزار کیلومتر دور است و ما هیچ مرز با تاجیکستان نداریم و اون هم در یک شرایط امروزه که وضعیت منطقه چی است، آیا شما فکر میکنید که اون تکرار سالهای 90 امکان پذیر است؟ چرا با استفاده از آزادی‌های اروپا نشه این اتحاد رو ایجاد کرد؟ چرا تا اون جایی که امکان داشت ما این اتحاد رو کردیم. برای مثال امروز پیمان ملی تاجیکستان از 4 حزب و گروه‌های اپوزیسیونی شکل گرفت، اما در مجموع اپوزیسیونی که دور از وطن است تنها میتوند کار رسانه‌ای، کاری دیپلماتیک و حقوق بشری کند و تأثیر این گونه کارها برای کشور مثل تاجیکستان نه اون تأثیری هست که در سالهای 90 توسط سلاح و توسط 10,000 رزمنده کار آزموده به دست می آید. بنابراین این شکل کاری که ما پیش گرفتیم صبر می خواهد، وقت می خواهد، حوصله می خواهد
و اونم باز کفالت نیست که حتما به یک نتیجه انجام شود. ما جز این راه دیگر نداریم. و بعضیا این رو هم میگن، این استدلال رو هم میکنن که احتمالاً یکی دیگر از نقاط ضعف اپوزیسیون تاجیکستان این باشه که نقطه قوت خود دولت باشه، یعنی تونسته در این مدت پیشرفت‌های اقتصادی چشمگیری داشته باشه. آیا فکر میکنید این پیشرفت دولت تاجیکستان میتونه یکی از دلایل اون باشه که به شما کمتر اعتماد میکنن؟ نه اصلا ببینید هیچ پیشرفتی رو من نمیبینم. برای هر پیشرفت و تغییراتی در اقتصاد اجتماعی تاجیکستان است، این برمیگردد به زحمت و تلاش‌های مهاجرین تاجیک که مبلغی که اونا سالانه میفرستند 3 برابر بیشتر از بودجه تاجیکستان است. و اما با وجود این همه مبلغ‌هایی که مهاجرین میفرستند، تاجیکستان جزء فقیرترین کشور در آسیای مرکزی و منطقه ما است، جزء یکی از کشورهای فقیرترین در جهان هست و خیلی معاش و حقوق کمترین رو در منطقه دارد. اینا نمیتواند بگوییم که باعث آن شد که مردم بیشتر به حکومت اعتماد کردند. من فکر میکنم که سیاست سرکوبگری بیشتر اینجا تاثیر داشت و وضعیت خود جغرافی و سیاسی تاجیکستان که یک کشور دور افتاده از مرکزهای تصمیم گیری هست و به بدبختی ما در همسایگی کشور جنگ زده مثل افغانستان بودیم که همه تحلیلگران، همه سیاستمداران، حتی مردم عادی هم همیشه تاجیکستان رو با افغانستان مقایسه میکنن. درست. یعنی اگر شما وقتی بیاید درباره تاجیکستان افغانستان صحبت کنید، اولین واکنش این است که مگر شما میخواهید که تاجیکستان هم مثل افغانستان شود؟ یعنی چرا ما را با همسایه دیگر مثل قزاقستان و ازبکستان و گرجستان و آذربایجان مقایسه نمیکنم؟ من حالا درباره اروپا صحبت نمیکنم. و این مجموعه عامل ها باعث شد که امام علی رحمان در سیاست های سرکوبگرانه خود یک کمی دستی باز داشت. و ما همون داستان کراکوس مسکو یا به حومه مسکو، کراسنogورسک اگه دقیق‌تر بگیم، و اون حمله فجیعی که صورت گرفت و به دنبال اون 4 مظنون رو گرفتن و شکنجه کردند و گفتن که اینا از اتباع تاجیکستان بودن و تعداد بیشتری هم گرفتن، اونها هم گفتن که از اتباع تاجیکستان هستن. اولین بار هم نیست. در بسیار از حملات داعش می‌بینیم این روزها، اون چه در ایران باشه، چه در ترکیه، چه در افغانستان حتی، و حتی حملات ناکامی که اینجا در اروپا داشتند، تاجیک‌ها دست داشتن. دلیلش چیه که از یک کشور بسیار کوچک 10 میلیونی تاجیکستان این همه داعشی میشن؟ و حتی گفته میشه که بیش از نصف اعضای شاخه خراسان داعش که عمدتاً در افغانستان مستقر هست تاجیک‌ها هستن. چرا؟ خب ببینید، بیا سوال رو کمی تغییر بدیم، اینجوری بپرسیم که یک ملتی که یک نفر و یک خانواده بیشتر از 30 سال او را حاکمیت میکند، ملتی که بیشتر از 50% نیروی قابل شغلش در خارج کشور هست، اون هم در بدترین شرایط، ملتی که جزء 5 کشور سرکوبگری عالم هست و جزء 15 کشور فساد زده ترین دنیا، با کمترین دخل سر خانواده، کمبود جای کار و بالای این همه نبود آزادی ها، تمام احزاب و رسانه ها و بلاگرها اینا یا زندانی شدن یا رفتن توی زندان. آیا میشه سوال گذاشت که چرا تاجیکان افراطگرا میشن یا چرا جامعه تاجیکستان خشونت‌زا است؟ دقیقاً اگر جامعه تاجیکستان اکثریت مردم مسلمان هم نمی بود، بالفرض بودایی هم می بودن، کمونیست هم می بودن، ما حتما افراطگرایی یا خشونت مارکسیستی را می داشتیم در اونجا، یا بودایی یا هر چیزی دیگر. چون چنین شرایط امکان ندارد که واکنشی مردم و وقتی یک ایده از جوانانی که خود را فریب خورده میدانند جز افراط و خشونت چیزی دیگر باشد. اونا هیچ آینده را در خود نمیبینند، هیچ امیدی به تغییرات توسط مبارزه های سیاسی و انتخابات و پارلمانی و اینا رو نمیبینند. من حتی گاه تعجب میکنم که چند درصد جامعه تاجیک یا جوانان تاجیک افراطگرا شدن. من فکر میکنم در مقایسه با اون شرایطی که در تاجیکستان حاکم هست، بازم باید بگوییم که هنوزم کمتر است و خدا را شکر باید گفت و به این سوال جواب پیدا کرد که چی باعث شد که جامعه تاجیک زودتر افراطی نشد. در این بین سال 2013 تا 18 که اوج سرکوبگری رحمان بود و اوج مخالفت او با رسانه ها، با روزنامه ها، با روحانیت، با مخالفین سیاسی، ما این واکنش مردم رو داشتیم. حالا اگه به قول شما به زبان آمار صحبت بکنیم، یک تحقیق دیگه هم انجام شده که میگه که از این تاجیکان یا اتباع تاجیکستان که در داعش هستند، حدود 80%شون در روسیه اجیر شدن. در واقع اینها آدمایی هستن که برای کار رفته بودن به روسیه و اونجا اجیر شدن.
یعنی معنیش اینه که بیشتر اونها در خارج هستن و در دسترس نیروهای مخالف دولت هستند، از جمله حزب نهضت اسلامی که در خارج هست. آیا شما هرگز تلاش کردید کاری بکنید؟ چون یکی از نقاط اشتراک بین داعشی ها و نهضت اسلامی اسلامه، هر دو تا معتقدن که به اسلام تعلق دارن. چرا اونها یعنی حزب نهضت اسلامی نتونسته اونها رو به خودش جذب کنه و اونها جذب داعش شدن؟ بله، خیلی سوال خوب است. شما ببینید، من سالا که در دوشنبه بودم همچون وکیل پارلمان و همچون رهبر حزب بیشتر از شاید 50 سفر کاری برای ملاقات با مهاجرین تاجیک به روسیه رفتم. تمام مناطق را گشتم و یک ارتباط بسیار خوب با مهاجرین بود و علاوه بر ما در اونجا هم شخصیت ها و انجیوهای خیلی خوبی تاجیکان کار میکردن، عزت امان، کرامت شریف و ده نفران شخصیت های روحانی که اینا میتوانستند مهاجرین تاجیک را از گرایش به نیروهای تندگرا محافظت کنند. اما حکومت چیکار کرد؟ هم مخالفین و شخصیت‌های کلیدی ملی را در داخلی کشور سرکوب کرد و دقیقاً همین کار را با کمک حکومت روسیه، با کمک شخصی پوتین در روسیه انجام داد. تمام شخصیت‌های ملی که در بین مهاجرین تاجیک معروفیت داشتند، اونها یا زندانی شدند یا به تاجیکستان بازگردانده شدند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اونجا ممنوع شد. شخصا خودی من هم رفتنم به روسیه ممنوع شد و میتوان گفت که مهاجرین تاجیک در روسیه دیگر از لحاظ معنوی و فکری ایدئولوژیک به صاحب موندن و حکومت اینها را به آغوش داعش و گروه‌های افراطی دیگر تله داد. چرا ما آیا شما فکر میکنید که ما با مهاجرین کار نکردیم در خارج؟ بعد از سال 2015 که حزب ما را در سراسر کشورهای شوروی ممنوع کردن، ما از لحاظ قانونی حق فعالیت در روسیه در بین مهاجرین نداشتیم و هر ارتباط با ما یا هر ارتباطی ما با دلخواه مهاجری تاجیک در روسیه این پیامد قانونی داشت و ما نمیتونستیم با مهاجری تاجیک در ارتباط باشیم، چون او را فردا زندانی میکردن. تنها برای یک لایک زیر ویدیوی من، جوانی که در روسیه این لایک را گذاشته بود، بردندش به تاجیکستان، 9 سال زندانی شد. خب بعد از این آیا من حق دارم از لحاظ اخلاقی که با یک جوان تاجیک در روسیه تماس بگیرم و جان او را در خطر بگذارم؟ تا امروز این کار را کرده نمیتونم و بنابراین ما این را نه به خواهش و میل ما اپوزیسیون تاجیک رد داد، بلکه با خواهش و میل حکومت تاجیکستان که بین نیروهای معتدل و ملت تاجیک، جوانان تاجیک دیوار با وجود آورد و خودش هم نتوانست محبت و اعتماد جوانان را کسب کند و این جوان تاجیک هیچ انتخاب دیگری جز داعش نداشت. به هر حال میدونیم که یک چالش بسیار بزرگ هست جلوی نه تنها دولت تاجیکستان که به خصوص جامعه مدنی تاجیکستان که این همه افراطگرایی داره ریشه میدونه و میدونیم که چند روز بعد از این حمله 22 مارس در حومه مسکو یک مجله اینترنتی صدای خراسان به اصطلاح راه اندازی شده که مال همون شاخه خراسان داعش هست به زبان فارسی تاجیکستان و این نشون میده که هرچه بیشتر دارن روی تاجیک‌ها کار میکنند و مغزهای اونها رو شستشو میدن برای اینکه جذب خودشون بکنن. به نظر شما چه باید کرد؟ هم جامعه مدنی و هم حکومت چیکار باید بکنه که جلوی این بلا رو بگیره؟ خب قدم اول این است که ما این وضعیت رو باید اعتراف کنیم، اشتباهات خود رو اعتراف کنیم، چه حکومت، چه اپوزیسیون، چه قشر روشنفکر جامعه، که اون حرکتی که تا امروز داشتیم، اون سیاستایی که داشتیم، نتیجهش دیدیم اشتباهی بود. پس آیا ما این قدرت را داریم، این جسارت را داریم که اختلافات سیاسی خود را کنار بگذاریم یا حداقل بیایم بگیم خب از این به بعد اگر واقعا ما میخوایم ملت را از این ورطه نجات بدهیم، یک تلاش برای گفتگو و دیالوگ بین حکومت، اپوزیسیون، بین نیروهای سالم جامعه از آن جمله روحانیت برگزار شود. تا خود شما هرگز تلاش کردید که همچین گفتگو بارها من این تلاش را کردم، بارها پیام فرستادیم و حتی بعض اطراف سیوم هم تلاش کردن. من گفتم که من آماده هستم، شما برید اول اون طرف را صحبت کنید. من همیشه آماده، چون همچون خب یکی از تخصصهای بنده دیپلماسی هست، من همیشه دیپلماسی را بر سلاح و بر خشونت اولویت دادم و خواهم داد. اما وقتی که این خواهش، این آمادگی در طرف دیگر نیست و بعدا اونا به این نظر هستند که با ملت تاجیک، با اپوزیسیون تنها میشد با سرکوبگری مناسبت کرد، در غیر این حتما اونا خود را بازنده میبینند. من فکر میکنم که این اعتراف قدم اول باید باشد، اما بالفرض اگر حکومت جمهوری تاجیکستان آماده چنین دیالوگ و گفتگو با مردم خود، با نیروها نیست، پس قدم دوم این است که حداقل ما
جزء دیگری جامعه غیر از حکومت باید بشینیم سر یک میز و یک اطراف یک طرح ملی صحبت کنیم، چون ادامه این وضعیت باز هم داعشی شدن مردم تاجیک، جوانان تاجیک است که تجربه نشان داد که از دست دولت هم کار زیاد دیگر بر نمی آید. و اگر فکر میکنید که همچین دیالوگ صورت نگیره و سیاست‌های فعلی سرکوبگرانه به گفته خودتون دولت تاجیکستان ادامه داشته باشه، آینده چه خواهد بود؟ آیا میشه خدای نکرده جنگ مصور شد یا نه؟ ببینید، اگر این اون چیزی که من گفتم دیالوگ صورت نگیرد، همدیگر فهمی صورت نگیرد، دیگر برای نجات دادن ملت از این ورطه یک راه میماند که دیگر خود امام رحمان این راه را برای ملت تنها این راه را گذاشت، این هم با هر وسیله مشروع عوض حاکمیت، تغییر حاکمیت. چون مشروع البته ببینید، ما بالاخره وقتی از وسیله مشروع میگه، مشروع این نیست که در فقط انتخابات باشد، چون راه انتخابات بسته است. وسیله مشروع طبق آیین‌نامه سازمان ملل هم این هست که یک ملت حق دارد از خودش دفاع کند. ملت تاجیک دارد رو به نابودی می رود. دیگر تمام عملیات های تروریستی در سطح جهان یا با اشتراک تاجیکان یا با دست تاجیکان صورت می گیرد. و چطور دفاع بکنه از خودش؟ خب من فکر میکنم که همون روشی را که خیلی از ملت های آگاه رفتند، با اعتراض های بدون خشونت، میدانی، خیابانی، و مثلا ما در تجربهشون در خیلی از کشورها داریم. البته تجربه ناکامی بهار عربی را هم داریم، این هم باید در نظر داشته باشیم که میتواند بپیچد به یک خشونت بیشتر. ما تجربه اعتراض های مدنی بدون خشونت را هم داریم. ملت تاجیک راه جز این ندارد، چون انتخابات بسته است، تغییرات رخ نخواهد داد، جنگ هم راه نیست، این انتخابی نیست. پس میماند اون همون خیزش های مردمی که باید مردم خودش رو آهسته آهسته آماده کند به این. فعلا زمینش مهیا نیست. فعلا زمینش مهیا نیست، ولی مردم دارن در این باره صحبت میکنن و اون تماسایی که ما با مردم داریم اطراف این موضوع میرد. اما باز من امید دارم که کار به این حد نخواهد رسید. اما اگر راه جز این نیست و ببینیم که ملت دارد روز به روز به اون ورطه نابودی نزدیک می شود، باید بالاخره یک تصمیم جدی گرفت و این ریسک را پذیرفت و دیر یا زود باید این کار حتما صورت خواهد گرفت. زنده باشید. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما میادین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. سلام علیکم.